شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دل تنگم مکن. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دل تنگم مکن. گشته در سفر باز آمدم، بازر نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود و جایی زیستم. این دل من منزلی یادی تو، یادی روی. سلام و درود بینندگان یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک برنامه نوبتی گنج فرهنگ است از محفل فانوس منبری اندیشه. این بار دوستان ما به خانواده بزرگترین شخصیت تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد ترسونزاده مهمان شدیم و این خانواده با همان شکوه شهامت و با همان بزرگواری که استاد ترسونزاده دارند و این نهال ها که در اطراف این خانه میبینید همیشه استاد ترسونزاده نشاندگی هستند و این درگاه که قدم های مبارک استاد ترسونزاده رسیدگی هست با همون یک جذبه، با همون یک آهنربایی که دارد ما را با آغوشش خواند و ما اینجا سراغ دخترشان نامزد علم فلسفه معلم عزیز فیروزه ترسونزاده را گرفتیم و خوشبختانه ایشان دعوت ما را پذیرفتند. اصلا کودکان یک جهانی دیگر هستند، بی‌غبار هستند، فرشته هستند. زمان شما هم من نمیدونستید که شما دختری استاد ترسونزاده هستید، چون مثل که دیگر کودکان میدونستید که پدر دارید، مادر دارید. اما وقتی که کم کم خود را بشناختید و شاید مکتب خوان شدید و درک کردید که شما دختری بزرگترین شخصیتی نه تنها تاجیکستان بلکه بیرون از آن دختری استاد ترسونزاده هستید، خودتان را چه خیلی احساس کردید و حس میکردید که مردم، جامعه، اطرافی ها به شما با چشم دیگر، با مناسبت دیگر معاشرت، با همراهتان معاشرت میکردند. احساسات من هیچگاه دیگر نشده است. چطوری که در بچگی من پدرم را همچون پدر مهربان، پدر دلسوز نسبت فرزندانشون حس میکردم، همینطور بودن. اون کس هم دیگر نشدن، ما هم دیگر نشدیم. لیکن من میخوام کمی دورتر به تاریخ روم. ما خرد بودیم، یک حوله دو آشیانه پسی چایخانه راحت ما همونجا تولد شدگی. یگون چیز نداشت، آب درون خانه هیچ چیز نبود، لیکن چگونه آدم ها در اونجا زندگانی میکردن. ما در همون محیط تربیه یافتیم. یعنی همسایه این طرف ما امکی مرشکر بودن، همسایه بالا امکی باقی بودن، از این طرف شهیدی میشستن، طرفی چپ به نیازی، تلو پولادی، امین زاده، رینا گالیبова، میتلمان یک رژیسور بسیار با لیاقتی تئاتر مایاковسکی بود. خلاص چنین آدمانی زندگانی میکردن که من گویم من همچون در بین مردمی با فرهنگی، مردمی که تمام جمهوریت آنها را اعتراف میکردن، بین همونها کلان شدم. بنابراین همون بچه هایی که اطراف ما بودیم فرزندای همونها بودن. ما همچون یک خانه کلان شدیم. این یک خانه نویسنده ها بود، این یک خانه عجایب بود. تا حالی من میگویم که یک تخت سنگ مانند و نام های همین آدم هایی که در همینجا به وای رسیدن بعد از ما اونجا با تالیس زندگانی کردگی، فرهاد زندگانی کردگی، شکوهی زندگانی کردگی. یعنی آدم هایی که امروز ما فخر میکنیم با نام آنها. سال بالاتر همین گونه خانه پایانتر بود، در اونجا مادری بابا جان غفورов زندگانی میکردن، راضی آزاد.
мо ҳамон кӯчаба давида мегаштем баъзе як курсия баромада кӯчаба мешистан тамошо кара мешистан ҳамонҷо аз кистаашон қанди сафед мебаровардам як конфет мебаровардам мо я ҷиғ мезадан ки инҷа биё бачам инҷа биё дастамо ба ҳамон конфета медодан сарашон ба дура як ҷомаи миллӣ танашон ба буд ана ҳамонҷо мешистан бобоҷон ғафурович як чиз доштанд این خیلی ماشین یک تا بود ماشینی سیاه کلون بود وقتی که از کار برمیگشتم ما کوچه به اگر باشیم همه ما قدر راه راست می ایستادیم و دست ما به سر ما یعنی گویا ما سلام میدادیم همچون سالدات‌های سالدات ما به اون کس سلام میدادیم اون کس دستشون بردم و چیز میکردن با سلام میکردن خنده کردن گذشته میرفتن انا همین خاطره ها دویما پیش نظری من برای که این کوچه مشهور آدم های مشهور در آنجا زندگانی میکردن. بله سخن درباره آدم های مشهور رفت درباره تشریفی من در محیط نشستگی هستیم که اینجا خوشبختانه استاد ترسونزاده همراه عائله‌شون همراه شما فرزندان عزیزشون زندگی کرده هستند در به همین خانواده یعنی که به درگاه شما به درگاه استاد ترسونزاده بزرگترین شخصیت ها از داخل و خارج کشور مهمان شده هستند. وقتی که اونها مهمان میشدن در محفلاشون در صحبتاشون مثلا از استاد عینی شروع میکنیم اینجا تشریف آوردن اون محفلاشون اون صحبتاشون با ذهن شما به ذهن فرزندان به آیندهشون چگونه تاثیر کرده بود؟ روزی بود که اینجا مهمان آمدنش در کار بود و عینی آمدنشون در کار بود. من از همین دریچه خانه بیرون برآمدم که پدرم الکی نزد دروازه ایستادند. عینی رو پیشواز میگرفتند. عینی در آمدن روبرو ایستاده گپ زدن سلام علیک کردن خوش آمدید گفتند و با خانه وقتی که می در آمدن انا همون پدرم پشنوکی می رفتن. یعنی نگشتند که همراهشون کتف به کتف روند بلکه انا پشنوکی تا در خانه آمدن تا اینکه عینی در آمدن. انا یکم بار همونجا من حس کردم که چگونه این آدم قدر دارد برای پدرم حرمتی عینی چگونه بلند است برای پدرم. دویما میگفتن که چیز کتاب عینی خوند من حاضر یگون روزم به کتاب نیست یگون روز من همین خیلی عادت کردم پدرم عادت کنندن به همین چگونه کدام کتابی که ما نگوییم همون کتاب یافته می آمدن. دویم مرتبه من عینی رو در همراه در سفر بودیم همراه عینی در مسکو سیزد نویسنده ها بود و پدرم ما رو عائله خودشون رو خواستن بعد از سیست به کیسلوودسک دمگیری برن. یک قطاره یک واگونی مخصوص دادند برای که از سمرقند عینی برآمدنشون در کار بود و پدرم همراه اون کس رو تا مسکو گسیل کردنشون در کار بود و سمرقند پیشکی پدرم گفتن که من یک روز تا سمرقند میروید دوتوز کنید ممکن درون پاییز دوتوز کنید برای که دو حجره داشت و یک خانه کلونی داشت که همچون مجلسگاه بود واگونی مخصوص بود این. ما وقتی که به سمرقند آمدیم وокзал آدمی بسیاری ما از تلویزیون نگاه میکردیم دخترم خورد من خورد بودم صنف 5 6 بودم از تلویزیون نگاه کردیم آدمی بسیاری عینی رو گسیل میکنن. پدرم پیشواز گرفتن و به جایشان در آوردن ما رو آگاه کردن که دیگر دوتوز نمیکنید تا من نگویم از درون کوپه نمیبراید. همینطور یک روزی دراز گذشت بعد پدرم میگن که عینی پرسیده ایستادن گفتن که مرزا جان من میدانم که تو با عائلت با فرزندانت کنی وای برای چی من نمیبینم برور من بینم وای های. بعد پدرم مویا گرفته برآمدن عینی از من پرسیدن که صنف چند میخونی دخترم کدام فن‌های دوست می‌داری از ادبیات چی رو می‌دانی. یعنی همون روز ما با عینی هم صحبت شدیم و بعد از اون هر پگاهی نانشته ما دعوت می‌کردن که بچه‌ها بیایید همراه من شنید و تو مسکو ما یک 6 روز بود راهی دراز بود تو مسکو ما سیمای عینی رو می‌دیدیم هر روز.
وقتی که آدم جان شیرین داستان استاد ترسونزاده میخوند همونجا یک خورده که یک obraz هست obrazی پرویز یعنی که دادری شما پرویز ترسونزاده که با عائلهشون به همسرشون استاد مراجعت کرده میگن که پرویز غش میکند کمتر تو کمتر به قول زیق گریه میکند میگن یعنی معلوم میشود که شب و روزی که استاد داستان ایجاد میکردن پرویز کودکی خردسال کودکی نوزاد بوده است هنگامی که استاد ایجاد میکردن به خانه ایجادیشون به حجره کارشون وقتی که وارد میشدن اگر شما شوقون میکردید خلال میرسوندید طبع استاد خیره میشد من عائله و ایجاد با همدیگر چگونه سازش داده بودند من ببینید بسیار آدم ها از ما میپرسن که برای چه حوله خانه بین حوله بساخته شده این حوله کوتاه میکند مایده میکند برای چه همینطور ما هم حیران بودیم که برای چه همینطور گویا اون طرف خانه یعنی بکور میموند من خانه کودکان خانه دیگر این خانه کودکان بود من نزد تریز خون میرفتم بعضی پگاهی ها نگاه میکردم که سحر ساعت 6 سحر پدرم در کتفشان جامه اطراف همین خانه دور زده ایستادند سحر همه ما خوب هیچ کس خلال نمیرساند پدرم اطراف همین خانه دور میزنند یعنی عادتشون بود اگر فکر کرده ایستاده باشند لبشان میکندن دستشان سری لبشان بود پوستی لبشان کنده حتی خون میشد بعضی موارد از بسیار کندن یعنی این همون مواردی بود که پدرم درباره یک چیزی بسیار جدی فکر میکردن من حالا مکتب میخوندم دستم به کتاب پوشکین عقاب چیزی شعری عقاب پوشکین از یاد داده بودن خونده رفتم بعد از یک روز یک شعر دیگری پدرم برآمد که نامش عقاب بود و در اونجا همین گونه مصرع‌ها بود که دخترم فیروزات تو رو میخواند پوشکین تو رو ولی تو امروز در درون قفس نیستی تو آزادی برای که اشعار تو آزاد برای که اشعار تو در پرواز است این همچون عقاب است ببینید یک همون مثالی که من دیدن و دستم به کتاب بود این موضوع یک شعر بزرگ عجایب شد سبب انتخاب فلسفه که مادر تمام فنها مادر تمام علمها است فنهای چه سبب شد که بله ملکه شهبانی تمام فنها از فلسفه این چگونه انتخاب کرده شاید استاد ترسونزاده شما رو وادار کردند که فلسفه رو انتخاب کنید یکمش که کتاب بله مطالعه بسیار کتاب ها وقتی که من مکتب مدال کدت تمام کردم برای همین دانشکده عالی داخل شدن به امتحان بود من میتوانستم کدام فاکولته که خواهم اون رو انتخاب کنم ولی سبب اساسی بهاءالدین شدن علاءالدین محمودویچ فیلسوف اون کس گفتن که بیا دخترم چیکار میکنی من خیمیک میشوم گفتگی بدم برای که خاطرتون باشد هر 5 ساله در اتفاق سوویتی یک نام داشت پیتیلیتکا میگفتن که 5 ساله خیمیا 5 ساله یگون چیزی دیگر هر یک 5 ساله یک موضوع معینی خودش را داشت همون سال موضوع خیمیا بود خیمیزاسیا میگفتن برای همون من میخواستم که خیمیک شوم گفتن که بیا دخترم چیکار میکنی همون مسکو به بخوردیم البته من حجت خود که رفتگی بودم اونجا بسیار از تاجیکستان بسیار آدم خیمیک می شود بیا همین فلسفه برو بیا فلسفه برو من بعد گفته فاکولته فلسفه یک در بینای کهنه میدان منیژ میگویند همون حال لومونوسوف بیناهایش همونجا جایگیر شده است همونجا رفته حجت سپردم و همون سرور کمیسیه که از من حجت قبول میکرد میگفت که از فلسفه چی خبر دارید من گفت کدام نام های امروز گفته میتونید من گفتم مارکس و انگلس دیگر هیچ کسه ها گفت بیاید نباشد خونید دیگراشان هم با دیگرها هم شناس میشوید انا همینطور من فاکولته این تصادفاً شد این چیزی یک تصادف بود ولی که وقتی که من به فاکولته داخل شدم و شناس شدم بسیار معقول شد شاد شدید که انتخاب کردید درباره مناسبت
مادرتون با پدرتون میخوام صحبت کنم. مادرتون اصلا هنرمند بودن، دوستداری هنر و خودشون هم هنرمند بودن. ما در همون جان شیرین میبینیم که ایشون از اوزا ترسانوده گله میکردن که تو با ما کمتر هستی، تو با ما کمتر وقت جدا میکنی. وقتی این صحبت ها بین پدر و مادر میشد چگونه بود و مادرتون شما رو که هر روز یک مهمان عزیز دارید چگونه تربیت میکردند که پیش مهمان خودتون چگونه نگه دارید، یا پیش استاد ترسانزاده باید کدام کارها ممنوع بود پیش استاد که باید این کارها نمیشد، یا یعنی که من مناسبت مادرتون با شما با فرزندا و با استاد ترسانزاده چگونه بود؟ درباره مادرم یک الوهیده گپ زدن در کار، برای که اون کس آدمی ناتکرار بودن. یکمش دویمو برای آمدن مهمان تیار بودن. کدام وقتی که نبیاد مهمان، این شب می نصف شب می روی میزشون آرام میشد. یک مثال گویم، من این چیز خاطرم به هست. مادرم مثلا چای دم کرد میموندن پیش پدرم، پیاله میموندن. من یک بار همین خودم دیدم. پدرم پیاله داشته استادین، مادرم از نزدشون گذاشتن، میگن ها چای ریز، او چای پیشتون بد نه تو ریز. انا این خودش درباره این میگوید که این مناسبت چگونه بود. وقتی که مکافات های پدرم های چیز میکردیم، میبراوردیم برای روزهای تنتنه، میاختیم کاستومشون همینقدر آویزان شد که از تنشون گفتن که گیر همشه گیر چین. لیکن نسبی همین مکافات ها از آن مادرت، از آن من نه. این از آن مادرت. بسیار حرمت میکردن مادرم. بله. و عشق بی‌پایانشون همچون همسرشون همچون کتبانی خانواده چقدر دوست می‌داشتن، ما از شعرشون پای میبریم. و یک سوال عجیب هم اینجا حتما در ذهن هر کس پیدا میشود، در ذهن بینندگان ما هم، که مثلا زلفیه مهمان میشد، مثلا شاعروش بجز از شاعران شاعره ها، یعنی از جنس لطیف هم اینجا مهمانای بسیار دوستای بسیار داشتن. یعنی مادرتون رشک نمیکردن در این مسئله صحبت نمیشد؟ صحبت نمیشد، لکن مادرم میفهمیدن. وقتی که هندوستان با گرفتن جایزه نیرو رفتن، من همراهشون بودم. من همراه پدرم بودم همونجا هندوستان، به زلفیه هم همونجا بود. من مناسبتشون دیدم، این مناسبت دو شاعر. عموما پدرم زنها رو بسیار دوست می داشتن. یک سال با قرار یونسکو سال زن اعلان شد. چگونه خرسند بودن که تمام سال ما در خدمت زن هستیم. لیریکاشون ببینید خودشون، تمام لیریکا درباره آن میگه که بسیار قدر و قیمت دارد نزد اون کس بزن. انا همون طرف چطور مادرم بایم همینطور مناسبت میکردن. با روزهای آخرین روز من باید گویم که تا دم آخرین من نزد پدرم بودم، تا دم آخرین. یک دو روز پیش از گذشتنشون عبادت رحیموو آمدن، خوب رفته بودم. از جایشون خیستنشون بسیار دشوار بود. نیم خیست شده دستی اون کس بایسته کردن، دستی رحیموو. این گویا که رحمت برای نیازتون، برای آمدنتون رحمت. بنابراین من میگویم که بسیار زنها رو دوست می‌داشتند، خصوصا زنهایی که مرتبه دارد، زنهایی که علم دارد، زنهایی که از عهده یک کاری بسیار بزرگ برآمده میتواند، آنها رو بسیار حرمت میکنند. اصلا پدران میگویند که دخترشون رو بسیار دوست می‌دارن. همین چیز در زندگی هم ثابت شدگی است. به شما یگان پند، یگان نصیحت، یگان چیزی گفته بودند که در یادتون هست حالا که گویید؟ نه، پیش از این چیزها ما به هیچ چیز نگفتن، فقط تنها دوئیم میگفتن که خاکساری، همین سخنشان خاکساری از همه چیزی عزیزتر است، بزرگتر است. خاطره آدم اگر خواهید که شما خاطره آدم بمونید، از همین خصلتتون باید مونید. از همین خصلت با هیچ کس دشمنی نکنید، با هیچ کس از باره هیچ کس گپی بد نزنید. با فکرم همه پدر و مادران همین وصیت میدین فرزندانشون. بنابراین تنها از رفتارشون، از مناسبت اون کس نسبت به دیگران ما از همون عبرت میگرفتیم. بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که برنامه این باره ما از برنامه‌های قبلی
фарқ дорад, зеро маҳфили мо, барномаи ганҷи фарҳанги мо дар муҳити хона музеи устод Турсунзода мегузарад ва меҳмони мо, ҳамсӯҳбати мо, аслан мо инҷо меҳмон ҳастем, мизбони ин хонавода, мизбони ин даргоҳи муқаддас ки ҳанӯз ҳам қадамҷои бузургон аст, қадамҷои тамоми тоҷикистониён ва берун аз он аст, муаллими азиз Фирӯза Турсунзода ҳастанд. барномаҳои моро, аз ҷумла барномаи навбатии моро дар ютуб канали Рӯзномаи Ҷумҳурият дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. саломату сарбаланд бошед.